دیروز یه استوری گذاشتم در مورد اینکه اگه بخوام برم رنگ پارچه بخرم شما چه برندی رو بهم پیشنهاد میدین. نتیجه اون استوری و نظرسنجی رو حتما میذارم که ببینید. ولی نکته اصلی اینه که این مدت خیلی از من پرسیدن که تو از چه برند رنگی استفاده میکنی، پیشنهادت چیه، و حتی من خودم هم از یک سری آدم‌ها سوال میکردم، کارشون رو میدیدم خوشم میومد و سوالم این بود که اگه بخوام برم رنگ بخرم پیشنهادت چیه، از کدوم برند راضی هستی، با چه برندی مثلا این کارو تو انجام دادی و از این دست سوالا. بعد به این فکر کردم که ما کلاس‌های آموزشی که میریم یا دوره‌های مختلف رو که شرکت میکنیم، اون مدرس با اون برندی که قرارداد داره یا اسپانسرشه در واقع میاد به ما معرفی میکنه. هیچ وقت شاید از تجربه اصلیش نیاد به ما بگه، هرچند که همشون همه چی رو تجربه میکنن، قطعا همینطوره، ولی احتمالش اینه که اگه کسی اسپانسر داشته باشه بیاد اونو معرفی کنه. در نتیجه من دنبال این که اسپانسر و فروش و این چیزا رو بهم بگن نیستم، دنبال اینم که یه نفر از تجربهش بگه. پس اینجا برای اینه که ما از تجربه‌های واقعی خودمون بگیم. من تجربه خودم میگم و شما به من کمک کنین، چون قراره برم رنگ جدید بخرم و نمیدونم که یه برند جدید رو امتحان کنم یا با همین قبلی‌ها برم جلو. قبل از اینکه برم کلاس آموزشی و بخوام نقاشی رو پارچه یاد بگیرم، من رفتم از لوازم تحریری مونمارت رو خریدم که فکر می‌کنم یه برند کاناداییه. باهاش اوکی بودم، با اینکه هیچ تکنیکی رو بلد نبودم و اصلا نمیدونستم که چیکار باید بکنم، صرفا چون نقاشی خونده بودم دوست داشتم رو پارچه‌ام امتحان کنم. فقط نکته مثبتش رو می‌خوام الان اینجا بگم. رنگای مونمارت رنگای استاندارد و اصلیه، یعنی مثلا من مونمارت رو استفاده کردم، سوداکورم استفاده کردم. آبی مونمارت برای من آبیه که استاندارده و رنگ اصلیه در واقع. نمیدونم متوجه منظورم میشین یا نه. آبی سوداکو اون حس آبی اصلیه رو به من نمیده. این نکته مثبت مونمارت. ولی سوداکو هم برند اوکی بود، خوبی بود. من اون آموزشگاهی که رفتم اون مدرس به من معرفی کرد و تا الانم رو کارام دارم استفاده میکنم و ازش راضیم. پوشانندگیش خیلی خوبه، خیلی اوکی هم باهاش. یه سری تنوع رنگیاشو دوست دارم، مدیومای خوبی داره. برندهای دیگه هم من خیلی ازشون تعریف شنیدم، مثل ماری ورک یا پبو که البته خب میدونم دسترسی الان بهش سخته، شاید نباشه اصلا موجود. ولی اگر که شما تجربه‌ای دارین که کمک میکنه به من و به دیگران، اینجا بذارین با هم دیگه شیر کنیم و استفاده کنیم.